چیکار داری میکنی مبین؟ آقای تاجیک چیکار داری میکنی؟ این شیرها رو وصل میکنیم برای بسم الله الرحمن الرحیم. این شیرها رو وصل میکنیم برای لوبیا و سیب زمینی و ذرت. ازم به حضور شما امروز هم تاریخ 23404 این شیرها همکنون در حال آماده باش 13 هکتار زمین آماده کردیم. یه 10 هکتار دیگه داریم، 23 هکتار انشالله با امید خدا آماده میکنیم. رای کشت است. پشت سر نگاه کن. بارونی یعنی انتقال میدی به قطره ای؟ بارونی رو انتقال میدیم به قطره ای. بارک الله. بفهمید؟ فهمیدی؟ اینا رو بارونی رو وصل میکنیم برای قطره ای ها. انشالله با امید خدا یه 23 هکتار 24 هکتار دیگه میاد جا دیگه هست. اونم اگه اوکی بشید انشالله با امید خدا فردا احتمال داره انشالله با امید خدا بریم اونجا. فردا بعد از ظهر سفر داریم به اونور. و سلامتی. سلامت باشین نوکرت. اینم قطره تیپاشه دیگه. آره این تیپاشه. اینور تیپاشه، اونم تراکتور داره کار میکنه همزمان. حالا از فعلا از تراکتوری ما جلوی لوبیا چشم بلبلی و لوبیا هر چی خواست ما در خدمتیم. موفق باشی. نوکرتیم. خداحافظ.